سلام. اگر شما هم جز اون دسته از آدمایی هستید که از نشنیدن میترسید و به خاطر امین خیلی از کارهایی که میخواید رو انجام نمیدید، توی این ویدیو قرار بهتون کمک کنم که با این ترس مقابله کنید و همینطور تجربه های شخصی خودم رو بهتون بگم. اما خود نشنیدن یه سند برای اینه که شما جرأت انجام یک کار رو داشتید، توی اون قدم گذاشتید و بالاخره یک جواب نگرفتید. کسایی که برای نشنیدن تلاش میکنن خیلی بهتر از کسایی هستند که هیچ وقت تلاش نمیکنن، چون کسی که تلاش میکنه ممکنه یا آره بشنوه یا نه بشنوه، اما کسی که تلاش نکنه کلا بازی رو باخته. پس نشنیدن اونقدرها هم که فکر میکنی ترسناک نیست، ولی خب راهکارهاش چیه و ما چطوری بیایم این رو کمتر کنیم؟ اولین راهی که میتونید برای این که ترس از نشنیدن رو خیلی پایین بیاری اینه که کارهایی رو انجام بدید که از اونها میترسید. حالا ممکنه اون کار خیلی کار بزرگی باشه تو ذهنتون یا یک کار خیلی کوچیک. فقط شروع کنید. مثلا اگر آدم اجتماعی نیستید، سعی کنید برید از بقیه ساعت بپرسید، از کسایی که دارن تو فروشگاه کار میکنن قیمت لباس یا اون وسیله‌ای که دارن ارائه میدن رو بپرسید. اگر قرار یک بیزینس یا یک شغل رو استارت بزنید، اون رو انجام بدید. اگر خیلی براتون بزرگه و باز هم میترسید که نه بشنوید، اون رو تو تیکه های مختلف به بخش های مختلف تبدیل کنید و هر تیکه رو یک بار انجام بدید. نشنیدن فقط نشنیدن زبانی و اینکه شما مثلا به یکی بگید یک درخواستی ازش کنید و اون به شما نبگه نیست. نشنیدن مساوی با شکسته. نشنیدن یعنی ما اون کار رو نتونستیم انجام بدیم. اما هر بار نشنیدن باید باعث این بشه که ما دوباره تو اون مسیر قدم بزنیم و اگر یه بار نشنیدیم نگیم که باشه مرسی ممنون خداحافظ و دیگه من هیچ وقت این کار رو انجام نمیدم. نشنیدن دقیقا نکتهش اینجا. شما اگر جرأت این رو دارید که برید و یک کاری رو انجام بدید و در نهایت نبشنوید، باید بار بعدی برید روش تحقیق کنید، اون اشکالاتی که داشتید رو کمتر کنید و باز توی اون مسیر تلاش کنید. حالا اگر باز هم نشنیدید، انقدر باید ظرفیتتون بالاتر بره و تا یه جایی برسید که به هیچ وجه از اینکه هر بار نمیشنوید ناراحت نشید. و به قول یک جمله معروفی که این چند وقتا سر زبان افتاده، میگه اگر گرفتار شویم امید است، صبح می آید. بالاخره یه روز شب تموم میشه و به اون نور میرسیم. میگه اگه 100 روز هم بارون بیاد، ما باید با اون یه روزی که بارون نمیاد و رنگی کمون میزنه بیرون خوشحال باشیم و منتظر بمونیم تا اون یه روز بیاد و اینطوری نباشیم که اگه یه بار نشنیدیم کلا اون مسیر رو کنار بذاریم و اگه یه بار توی مسیر شکست خوردیم کلا بگیم که نه من دیگه تسلیمم و بازی تموم شده. اون مسیر رو باید یاد بگیرید و انقدر توش تلاش کنید که بتونید در نهایت به اون جوابی که میخواید برسید. دومین راهی که میتونه خیلی کمکتون کنه که ترس از نشنیدن براتون پایین تر بیاد اینه که تو ذهنتون راجع به اون موضوع مثبت فکر کنید. مثلا اگر شما قرار از یک نفر یک درخواستی کنید، مثلا اگر میخواید درخواست این رو کنید که افزایش حقوق داشته باشید، اینطوری فکر نکنید که من الان اگه به رئیسم بگم میگه نه، حتما میگه اصلا میگه برو بیرون. بله اگر اینجوری فکر کنید خیلی درصد این که این اتفاق هم بیفته بالاتر میره، چون شما این فکر و این رفتار رو جذب خودتون کردید. اما اگر مثبت فکر کنید و بگید که من الان میرم با رئیسم صحبت میکنم و اونم خیلی منطقی جواب من رو میده و میگه مثلا ما اضافه حقوق تو رو انجام میدیم برات، ولی مثلا تو هم در عوضش باید یه سری کارها برای ما انجام بدی. به هر حال به یه نحوی اون خواسته ای که میخواد جوابش آره میشه. هر جور که میخواد اون رو تصور کنید و فقط بهش باور داشته باشید. اینطوری اولا شما دیگه ترس انجام دادن اون موضوع رو ندارید. دوما اگر انجامش دادید و نشنیدید، میدونید که باز یه امیدی داشتید و صرفا از قبل نمیدونستید که من قراره بیام اینجا نبشنوم و تمام تلاشتون رو باز میکنید که اون آره و اون جوابی که میخواید رو بگیرید.
خود من هر بار به مشکل میخورم و از یک کاری و انجام اون کار یا ارائه دادن یه درخواستی میترسم و فکر میکنم که قراره نبشنوم، خودم رو اینطوری توجیه میکنم و این کلاه فکری رو به خودم میدم. میگم مهدی، تو فکر کن که الان یکی از جنگ جهانی دوم اومده نشسته بغل دست تو، از اون وضعیتی که تو جنگ بوده نمیدونسته یه ثانیه دیگه 10 ثانیه دیگه زنده است یا مرده است و فقط زنده بودن یا مردنش براش مهمه و اینکه زنده بمونه و برگرده پیش خانوادهش براش مهمه. و حالا شما دوتاتون داخل این مسیری، مثلا من قرار یه درخواست ارتقای شغلی بدم و اگر قرار باشه دوتامون این درخواست رو بدیم، درخواستی که قرار اون بده هیچ تغییری تو زندگیش ایجاد نمیکنه و اصلا ترسی نداره ازش. میگه من دارم جونم رو از دست میدم، این درخواست که ارتقای شغلی بگیرم اصلا برای من هیچ چیزی نیست. و اینطوری میفهمم که من اون موضوع رو خیلی بزرگتر از اون چیزی کردم که بهش دارم فکر میکنم و خیلی راحتتر میتونم اون رو انجام بدم و اون درخواست رو ارائه بدم. این هم یه راهکاری بود که طبق تجربه شخصی خودم از موضوع ترس از نشنیدن دارم. در نهایت هم باید اینو بگم که نشنیدن قرار نیست هیچ تاثیر منفی رو زندگی ما بذاره. نشنیدن فقط یه برهه زمانی ممکنه حال ما رو بد کنه، به خاطر اینکه یک حس طبیعیه و به ما این حس رو میده که شاید ناکافی بوده. ولی از نشنیدن باید این درس رو بگیریم که اگر ما یک بار نشنیدیم باید دوباره تلاش کنیم، بهتر بشیم، خودمون رو ارتقا بدیم و دوباره این پروسه رو تکرار کنیم و دوباره درخواست خودمون رو ارائه بدیم و باز این کار رو تکرار کنیم تا به هدفی که میخوایم برسیم. پس فقط ترس از نشنیدن نیست، اینکه ادامه بدی هم مهمه، اینکه جربوزه اینو داشته باشی که تو این مسیر ادامه بدی هم مهمه. پس از یکی دو بار، 10 بار، 20 بار، 100 بار نشنیدن نترسید. از این بترسید که بدون شنیدن هیچ نهی از این دنیا برید. امیدوارم که این محتوا بهتون کمک کرده باشه و ترس شما رو از نشنیدن پایین آورده باشه. در نهایت اینجا از نوع جایی برای شروع دوباره تو.